خورخه لوئیس بورخس تو یکی از داستان‌های مجموعه هزار توهای بورخس کشیش یه روستای خیالی رو اینطوری توصیف میکنه: اگر از کنارش رد میشید امکان نداره فکر کنید اون همون کسیه که تمام مردم درباره کار درست بودنش اتفاق نظر دارن. 13 سپتامبر 89 تو ویلهیلم ایالت اوبر بایرن پسری متولد شد که 25 سال بعد امکان نداشت از کنارش رد بشید و بفهمید جوانترین آقای گل تاریخ جام جهانی و یکی از بهترین گلزن‌های این مسابقات با فقط 14 مسابقه است. بازیکنی که از 11 سالگی وارد بایرن شد و سال 2008 به تیم اصلی رسید. اما برای فیکس شدن تو تیم ملی و به دست آوردن توپ طلای جام جهانی فقط 2 سال زمان نیاز داشت. اون روزی که یوگیلوف مهاجم ترکیعی و شلخته بایرن رو در بازی با استرالیا به زمین فرستاد، تعداد کمی فکر می‌کردن شماره 13 جدید آلمان جانشین خلف بقیه غول‌هایی باشه که تا امروز این لباس ویژه رو به تن کردن. تاماس مولر بازیکن منحصر به فردیه. کاری که تو زمین انجام میده ساده و در عین حال نبوغامیزه. فرارای بی‌نقص با زمانبندی بی‌نقص. مولر این کارو دائما انجام میده، چه در نقش گلزن و چه سازنده. Wieder Müller, da ist ein bisschen Luft und da ist Tüfte! او یکی از موفق‌ترین فوتبالیستای تاریخه. اما کمتر فوتبال دوستی به اون به چشم یه فوق ستاره نگاه میکنه. شاید چون مثل لیونل مسی دریبل نمیزنه. شاید چون گاهی معلوم نیست کارش از روی مهارت یا شانس. در نگاه اول بازیش خیلی دیدنی نیست. فقط با دقیق‌تر نگاه کردن میشه متوجه مهارت‌های خاصش شد. هیچ کس مثل مولر نمیتونه درست همون جایی باشه که باید. مولر برعکس حریفاش به خوبی میدونه به کجا حرکت کنه و تو قراره کجا بره. سال 2009 مولر در 19 سالگی و زیر نظر لویی فان خال اسمشو مطرح کرد. اون زمان فقط یه مهره مکمل کنار ستاره‌های شناخته شده بود. تأثیرش رو خلاقیت تیم آنی بود. اما مولر در مقابل دروازه هم بازیکن خطرناکیه. مولر بی نهایت موقعیت شناسه. معمولا در موقعیتی قرار میگیره که از نظر آماری شانس گزینشو بالا میبره. ساده به نظر میاد، اما چیزی نیست که همه بازیکن‌ها به صورت ذاتی داشته باشن. نماد بازیکن سازی و استعدادهای سرشار تو فوتبال آلمان یکی از نسل اون فوتبالیستاییه که به نظر میرسه نسلشون در حال انقراض باشه. نسل فوتبالیستایی که برای پیروز شدن هر کاری میکنن اما فقط تو زمین فوتبال ستاره هستن و وقتی سوت پایان بازی زده میشه دیگه یه آدم معمولی هستن.